خیلی که هم کس میگن همیشه اوچا ما گفتم یا بود قرصکا برای اوچا هر کسی اوچاش دوست میدارد برای اوچا قرصکای تاجیکی رفتی خرید وقتی گپا بود میکنه تلفنم بود میکنه وقتی گپا بود میکنه تلفنم بود میکنه و میگو قهرش نکنه و خیلی نگو ای بای میگه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنه موافقی طلب شما یک روز میرزا مراد گفتا چی حال داری یک روز میرزا مراد گفتا چی حال داری ای گپ و آب و دهان آیا خبر نداری دینا میگن در ریان برپا شد توی کلان عرق نوشیدن همان توی را نموده ویران مامان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ و زن و زنی رستمی داستان بودن گفتم با چشم دیدی زنکایم در شهر کرغان در پشت نرخیدم غن اینان در شهر کرغان کماچ نرخیدم غن یک کیلو هزار سو میکند رگی گردن یک نود صد شده است یک دوشن صد شده
1800 چیدن سر انگور و انار 1800 چیدن تو با چشم دیدی گوی سفری قرم او سالا کرد سرم تو با دینم خرید است از بزرگیدم غنم او سالا همان زمان خست است خندم شد توبه کردم خدایا آخری زمان شد گفتم با چشم دیدی میگن در زواد بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا وراد میگن بند است افتیده است کش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است گفت تو با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفت است این بابای پیر محمد زنش را جنجال کرد است آنچنان جنجال کرد است دستی چوبید و کوشه خودش را کشال کرد است گفت تو با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروس گیزله رنگ خروس آورده موهاش پاری سر بود زلفاش بر ببر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود او خونه رو نمیبود خداتان رو گد نگود دیگه طبق رو باشد و نوبت شوید نگود دوی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد دامنی پیرش را او زده تلال نکرد میدونه لیکم دست دختری کوری سفر همیشه شدید بودن همیشه اشلچی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن خلاص او خون سوختن یک خون جیگر بودن خلاص او خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفت تو با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. ترسکای شما با بابای فیض. سلامات باشین.